پرزیدنت اوکراین ولودیمیر زلنسکی میگوید که توسط تلفن دونالد ترامپ را با پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی آمریکا تبریک کرد. به قول رهبر اوکراین که با دونالد ترامپ روابط پیچیده داشته است، او و ترامپ موافقت کردند که مکالمه و همکاری‌های کیف و واشنگتن را توسعه بخشند. ما می‌خواهیم از تجاوز روسیه خلاص شویم. می‌خواهیم کشورمان، ایالات متحده آمریکا و ممالک اتفاقچیمان نیز نیرومند باشند. ما در این باره با پرزیدنت ترامپ ماهیول در یک صحبت تلفنی و بعد در ملاقات روبرو در ماه سپتامبر تبادل نظر کرده بودیم. طبق گزارش‌های رسیده، ترامپ می‌خواهد برای ختم نزاع هم با اوکراین و هم با روسیه همکاری کند. قبلا ترامپ گفته بود که شاید برای امضای سازش صلح اوکراین مجبور شود که از بعضی منطقه‌هایش دست کشد، پیشنهادی که کیف قاطعانه رد کرده است. رسانه‌های جانبداری حکومت روسیه با خوشحالی درباره پیروزی دونالد ترامپ و اختلاف نظر در جامعه آمریکایی گزارش‌ها پخش می‌کنند، ولی سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف میگوید او خبر ندارد که کرمل نقشه داشته باشد ترامپ را با پیروزی در انتخابات تبریک کند. بیایید فراموش نکنیم که این یک کشور غیر دوستانه با ما میباشد که مستقیم و غیر مستقیم در جنگ به مقابل کشور ما نقش دارد. در معرکه پیش از انتخاباتی ترامپ وعده داده بود که در صورت انتخاب دوباره به مقام پرزیدنت آمریکا او با کیف و مسکو همکاری کرده نزاع میان این دو کشور را در یک شبانه روز خاتمه میبخشد. اما ترامپ شرح نداد که از کدام راه و وسیله این برنامه را اجرا خواهد کرد. بعد اعلان غلبه ترامپ در انتخابات، خبرنگاران تلویزیون نستایش وریمیا در جبهه مقاومت از چند سرباز اوکراینی پرسیدند که درباره حادثه چی نظر دارند. پیروزی جمهوری خواهان خوب است. اکنون ترامپ تمامی وسیله ها را در اختیار داشته قانون ها را زود در هر دو مجلس کنگره به تصویب میرساند. سوال این است که او با این وضعیت چی کار میکند؟ امیدوارم که به نفع اوکراین اقدام خواهد کرد. Так, невірю цьому чоловіку. من به این آدم باور ندارم. او یک دفعه پرزیدنت بود و کدام کاری خوبی برای اوکراین نکرد. Це нічого не змінило в кращу сторону для України. Я очікував, що Трамп переможе. انتظار داشتم که ترامپ پیروز می شود، ولی از احتمال دور می دانم که ترامپ با پوتین سر میز نشسته او را به تصمیم گیری وادار کند. شاید ترامپ در پی آن شود که زلنسکی را به دست کشیدن از منطقه های اوکراین مایل کند. ما باید در فکر کامیابی در جنگ باشیم، نه اینکه ترامپ چی کار میکند. اگر نتیجه ها در جبهه مثبت باشند، جنگیدن آسانتر می شود و اگر برعکس و از بدتر شود، کار هم دو برابر بیشتر می شود. چند هفته پیش زلنسکی یک برنامه پیروزی عبارت از 5 بخش را مطرح کرده بود که به فکر او برای انجام جنگ در اوکراین سرنوشت ساز می باشد. در این برنامه تسلیم قلمرو اوکراین به روسیه وجود ندارد. همچنان دعوت شده است که اوکراین بچون و چرا به عضویت در پیمان ناتو پذیرفته شده در قلمرو این کشور عنصرهای استراتژیکی غیر هسته‌ای پیمان ناتو جایگیر کرده شوند.